8 مارس تهران. 30,000 زن ایرانی در خیابان و همچنین در تمام دنیا هزاران هزار زن شادی خود را از جنبش رهایی زن در یک کشور اسلامی نشان می‌دهند. از همان روز اول و تمام طول هفته جنبش رهایی زن 4 نفر از افراد ما در تمام مراحل مثل تظاهرات، بحث، جلسه و تجمع شرکت داشتند. تعداد زیادی از ما روز به روز در شهرهایی مانند پاریس، لیون، بوردو، مارسی و شهرهای دیگه با تمام قدرت برای شناساندن جنبش زنان، تحول، جشن، خشونت، شورش و پیروزیشان را انتقال دادیم. ما زنان جنبش رهایی زن با عنوان سیاسی و روانکاوی معتقدیم که زمانی که زنان ایران زنجیرهایشان را پاره کنند، تمام زنهای دنیا با آنها همراه خواهند شد. روز 8 مارس نه یک روز شرقی است، نه یک روز غربی، یک روز جهانی است. از اولین روز انقلاب زنها فراموش شده‌اند. ما زنهای ایرانی هستیم و در بند نخواهیم ماند. بدون رهایی زن انقلاب معنی ندارد. دیگر شعارها این چنین بود: حجاب اجباری نمی‌خواهیم. زنان مبارزه می‌کنند و مبارزاتشان پیروز است. پلیس تیراندازی هوایی کرد برای اینکه آنها را به عقب براند و آنها فریاد می‌زدند ما نمی‌ترسیم، ما نمی‌ترسیم. و در همین روز در تهران و در همه جا زنان با صبوری بحث می‌کردند. یک زن که روسری نداشت به ما گفت تظاهرات بر علیه حجاب نشان دهنده آرامش و همبستگی زنان است. حجاب یک داستان مردانه است و جالب است که همیشه مردا از داشتن حجاب دفاع می کنند. ما زنها مثل مردها سختی کشیدیم، ما مبارزه کردیم، چه با روسری چه بی روسری. ما مبارزه کردیم برای آزادی مردم و خودمان. و اگر خمینی راهش رو این چنین ادامه بده، من که یک مسلمان هستم مذهبم رو کنار میگذارم. چادر چه جور لباسی برای زن هاست؟ چندین ساله که چادر سر میکنم. چادر نمیذاره که تکون بخورم. حتی نمیتونم کار بکنم، دست بچم رو بگیرم. من فقط برای اینکه خودم چادر نذارم در تظاهرات شرکت نکردم. من برای دفاع از 6 دخترم در اینجا هستم. آمده‌ام تا از حق اونها بر علیه حجاب دفاع کنم که اونها مجبور به چادر سر کردن نباشند و مردها اونها رو مجبور به این کار نکنند. در هنگام رد شدن از مقابل بیمارستان زنها فریاد می‌زدند که سلام بر پرستار و از آنها دعوت می‌کردند که به جمعشان بپیوندند. بعضی از مذهبیون وقتی به خیابان آمدند با ناسزا گفتن و حرفای رکیک مزاحم آنها شدند و به آنها حمله کردند. سیما میگفت که دفعه قبل که در خیابان بوده اونو مجبور کرده بودن که چادر سرش کنه. اون میگفت که برای امنیت همیشه یک روسری در ساکش داره. هر ماشینی که از کنار اون میگذشت مردهای درون ماشین ها هر کدوم چیزی میگفتن. فکر میکردم اگه وضعیت این چنین ادامه پیدا کنه عکس العمل نشان خواهم داد و از خودم دفاع خواهم کرد. ما قبل هم راهپیمایی کرده ایم. سربازها در خیابان ها بودن. خطر مرگ بود، ولی حالا میتونیم در مقابل چند تا مرد راه بریم و ترسی نداریم. زمانی که انقلابمون شروع شد تمام کشور مبارزه کردند برای برپایی آزادی و بر ضد دیکتاتور و امپریالیست آمریکا. همه با هم مرد و زن برای تمام خواسته هامون بیرون در خیابان ها فریاد زدیم و تونستیم اونها رو به دست بیاریم. ما در مدرسه درس می‌خوندیم و همزمان در بیمارستان ها کار می‌کردیم و وقتی زخمی بود به طور رایگان اونها رو درمان می‌کردیم.
بعد روزی که ارتش تسلیم شد و انقلاب پیروز شد، ما در خیابان بودیم، ولی خمینی گفت دیگه تظاهرات نکنید و در خیابان نمانید. ما هم به مدرسه برگشتیم. اگر می‌خواستند این گونه با ما رفتار کنند، باید قبل از انقلاب به ما می‌گفتند و باید می‌گفتند که یک نابرابری بین زن و مرد هست. ما در مورد حقوق خودمان حرف میزنیم، در مورد برابری حقوقمان با مردان. ما فکر میکردیم اگر حالا حرف نزنیم، وقتی قانون اساسی نوشته شد دیگه صاحب هیچ حق و حقوقی نخواهیم شد و آزادی هیچ چیزی رو به ما نخواهد داد. ما فقط برای حجاب تظاهرات نمی کنیم، بلکه برای جمعی چیزهایی خیلی مهمتر از حجاب هستند که تظاهرات می کنیم. در تهران با کیت میلت صحبت کردیم. او می گفت که از شجاعت این زنان متعجب شدم. من هرگز ندیدم که زنها اینقدر زود و به تعداد زیاد سازماندهی پیدا کنند. بین 10 تا 10,000 نفر در تظاهرات شرکت کنند. ولی در آمریکا برای این کار باید سالهای زیادی وقت گذاری شود و باید پول داشت تا برای مردم بنویسیم و تبلیغات کنیم. ولی در اینجا فقط با چند پارچه نویسی برای تظاهرات و تجمع در تلویزیون و فردا در مقابل وزارت قوه قضاییه همه حاضر شده و آنجا می روند، نه فقط برای اینکه این زنها به مدت زیادی سرخورده شده اند، بلکه زنها هستند که انقلاب کردند. آنها در خیابانها بودند و آگاه بودند که ممکن بود به دست شاه کشته شوند. اینها همونهایی هستند که در مقابل شاه قد علم کرده بیرون آمده و جرأت پیدا کردند که اعتراض کنند. و خیلی از زنها به من گفتند که برای به دست آوردن حقوقشان حاضرند بمیرند و هیچ مشکلی پیش نمی آید و مبارزه باید ادامه پیدا کند. هرگز چنین چیزی را فمینیستا نشنیدم. ما می توانیم روی پلاکارتا بخوانیم که ظلم را به هیچ شکلی قبول نمی کنیم و نابود خواهیم کرد هر عکس العملی که انجام شود. دختران دانش آموز دبیرستانی بی نهایت از اینکه در تظاهرات شرکت داشتند خوشحال بودند. آنقدر برایشان جالب بود که دیگر نمیخواستند تمام کنند. مژگان به ما گفت میخواهم آزاد زندگی کنم و قبول نمی کنم که به من ضربه بزنند و هر وقت خواستم حرف بزنم، هر کاری میخواهم انجام دهم، میخواهم هر چیزی میخواهم بنویسم، تا به حال نمیتوانستم. مادر من هم مثل من فکر میکند. او هم آزادی میخواهد و نمیتواند تحمل کند از اینکه نتواند آزاد در شهر بگردد. بعد از 8 مارس از همه زیباتر زنان ایرانی مبارزاتشان را ادامه دادند. مثل شنبه 9 مارس یک جلسه در دانشگاه انجام شد. یک شنبه 10 مارس یک تجمع در وزارت قوه قضاییه، همانجا که زنان خواسته هاشون رو مطرح کردند. از همان شنبه خمینی تجدید نظر کرده و گفت حجاب اجباری نیست. برای زنهای ایرانی اولین پیروزی بود. 12 مارس دوباره از دانشگاه تا میدان آزادی 20,000 زن در خیابانها بودند. آنها به ما گفتند که ما بیدار شده ایم. این راهپیمایی فقط مشکل حجاب را در بر نمیگیرد. مبارزه ما همچنان برای حقوق، برای کار برابر و حق کار برای زن، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی تجمعات و غیره می باشد. قبلا زنان چیزی نداشتند و یا به عنوان دیگر 4,000 نفر از زنان زندانی سیاسی شدند. بعد از مبارزه با شاه تظاهرات زنان ادامه همان